آفتاب نیمروز روی جاده پهن شده بود و دشت‌ها مثل آینه می‌درخشیدند. یک طرف ردیف‌های بی‌پایان پنل‌های خورشیدی زیر نور می‌درخشید و اون طرف توربین‌های بادی روی تپه‌ها می‌چرخیدند. چند هفته پیش وقتی از استانبول به آلاچاتی می‌رفتم، این صحنه جلوی چشمم بود. لحظه‌ای که حس کردم ترکیه آینده انرژیش رو نه روی کاغذ و گزارش‌ها، بلکه همینجا وسط جاده‌ها و دشت‌ها به نمایش گذاشته. واقعیت اینه که وقتی صحبت از انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه میشه، معمولاً نگاه‌ها به کشورهای خلیج فارس برمیگرده. اما ترکیه، همسایه شمال غربی ما، مسیر متفاوت و قابل توجهی رو در پیش گرفته. امروز سهم انرژی‌های پاک در تولید برق این کشور به حدود 42% رسیده. عددی که بالاتر از میانگین جهانیه و در منطقه تقریباً بی‌سابقه است.